با سلام خدمت مقام عظمای ولایت که البته الان باید بهشون گفت مقام عظمای صیانت، چون هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مشغول صیانت از حقوق ما هستند. از آبمون صیانت میکنن، از برقمون صیانت میکنن، از گازمون صیانت میکنن، پاسدار میفرستن سوریه از بشار الاسد صیانت میکنه. داستان بورس رو راه انداختن که از پولهای شما صیانت بکنه. حالا خلاصه این که همه رقمه در حال صیانتند. سلامتی رو که دیگه نمیگم، خودتون دیدین. شما کدوم مقام عظمای مملکتی رو دیدین که بیاد آستینشو بالا بزنه، اون بازوانه مکش مرگ ماشو بندازه بیرون، زرت و زرت آمپول بزنه؟ آخه کجا دیدین همچین چیزی؟ از فضای مجازی باید صیانت بشه. فضای حقیقی رو که گفتم، الان باید به فکر فضای مجازی بود. واقعا جای تغییر داره. همونطور که مقام عظما فرمودند فضای مجازی وله، بدجوری هم وله، یعنی یه طوری وله که با 600 500 تا فیلتر هم نتونستیم جلوی ول بودنش رو بگیریم. یه عده اغتشاشگر به نام واستاپ، توتوپ، گوگل مگولی، گوگل، فیسبوک، تویتر، چیچیتر، اینها همه عوامل استکبار جهانی هستند. اینها دور هم جمع شدن، همونطور که مقام عظما گفتن فضای مجازی رو ول دادن، یعنی ول کردن. از اون طرف 2 تا داداش فتنه‌گر و محارب هم هستن به نام‌های تله و اینستا با نام خانوادگی گرام. بنده از آقای رئیسی که الان به پابوس تشریف آورده میخوام که اونها را به اشد مجازات برسونن. ای که سر تا سر تو آشوبی و کردی ولوله، فکر کردی این مجازی تا ابد وله؟ نخیر آقا جان، بنده از اینجا عرض میکنم هر کی بره مجازی میدیمش دست قاضی. ضمناً من به امت همیشه در صحنه هم یک پیشنهاد دارم که از پیام رسان‌های داخلی مثل دود سرخپوستی هپو و کبوتر نامور و از این بلنگوهایی که 2 سرش به نخ به هم وصل میشه استفاده بکنن. و السلام علیکم و صیانتکم اجمعین.